انتحاریات در کابل بسیار زیاد بود. انتحاریات در کابل زیاد بود. یکی از جوانان بیچاره رفت که خود انتحاری کنن. کمی استا وقتی که داخل شهر شد نفرا را که دید از کرا در پیشرویش آمد وار خطا شد که خود انفجار کنه عوض تکمه انفجار را بزند. در می اسنا همین تکمه را زد و از پیشش وار خطا شد. و پیش از اینکه در کابل بیاید برشان ملا گفته بود که او شما که وقتی که می روی او در اون دنیا که می روی در اون دنیا چی شایه در پیشون شما سی دانه هور بهشت می آید و چنان مقبول است چنان مقبول است که حیران بانی با امی گلا در پیشوریتن باش میوفن گلا در پیشوریتن باش میوفن و این بچگک بیچاره وقتی که رفت وارد خطا شد کوی تکمه را بزد انفجار نکرد پلیسایی را گرفتن بردن ایره وسایلش از کشیدن و بردن ایره شفاخانه که بردن یک نفس بالا سر از این بالا استاده شد نفس بسیار مقبول سلام چطور است؟ قند و نایف جوانی خدایا چرا تو خدا انفجار میبری؟ ما انفجار چی میکنی؟ کجاست 29 تای دیگه؟